چنجز دیروزم خواندم که وقتی که ما یک راپور جور میکنیم یک کتاب یا یک اپلیکیشن جور میکنیم او را مثلا برای یک کس میتیم رئیس ما باشه منیجر ما باشه برشان میتیم که چک کنه که کدام جای اگه میخوای چنج کنه کدام تغییرات اگه میخوای بیاره باز ما چی میکنیم ترک چنجز فال میکنیم چرا فال میکنیم تا که بر ما معلوم شه که کجا تغییر آورده شما متوجه هستی تا که بر ما معلوم شه که کجا تغییر آورده وقتی که ترک چنجز فال باشه هر جا که تغییر بیه بر ما معلوم میشه ترک چنجز بر ما نشان میده مثلا ما یک راپور داریم این یک راپور است یا یک اپلیکیشن است جور است این را میخوایم برای یک کس بتیم که چک کنه بر ما اگر کدام چیز کم اضافه میکرد هم بکنه باز ما چی میکنیم ترک چنجز فال میکنیم تا که باز بر ما معلوم شه فقط این را کلیک میکنیم وقتی که باز تغییرات وقتی که خط نوشته میکنه با کدام رنگ نوشته میشه با خط سرخ وقتی که دیلیت میکنه کدام جمله را دیلیت میکنه چی میشه لاین سرچ کش میشه وقتی که کدام چیز دیلیت میکنه خط سرچ کش میشه اگر فونت و چیزایش چنج میکنه مثلا میای فونت سایزش چنج میکنه بولد ایتالیک یا میکنه سعی اینجا کاتش نوشته میشه که فونتشون چند شده 24 شده و بولد هم شده خلاص هر تغییر که میه بر ما معلوم میشه که کدام تغییرات آمده باز وقتی که فایل بر ما داد اینا بر ما معلوم میشه مثلا اینجا رو دیلیت کرده اینی را کلان کرده اینجا خط نوشته شده بازی مربوط ما میشه که آیا می تغییرات که آورده ما قبول داریم یا نداریم اگر می خواهیم که می تغییرات که آورده همینجا باشه باز چی رو کلیک میکنیم accept و اگر این تغییرات کار نداشتیم باز reject all یک ریجکت میکنه و این کلش ریجکت میکنه و ترکینگ استاپ میکنه که باز دوباره ترک نشه فهمیدین و اگه اکسپت کنین باز اکسپت میشه فهمیدین حالا ترک چنجز چی بوده خب بعد از این چند آپشن هایش بود که دیروز مانده بود دایی اول از اینی آل مارکاپ اینجا اگه آل مارکاپ می باشه کل تغییرات بر ما نشان میده اگه خط مثلا دیلیت شده باشه این قسم نشان میده که لاین سرچ کش میشه فاوند کلان خورد کنی اینجا در کامنت برات نشان میده خط نو اضافه کنی در خط سرخ نوشته میشه و اینجا کاتشنی لاین ها میاد میبینید ایچی وقت اگه آل مارکاپ کلیک باشه اگه اینجا سیمپل مارکاپ کلیک باشه باز تنها این لاین نشان میده که تنها بفهمی که اینجا تغییرات آمده مثلا در اینجا تغییر آمده در اینی چند جمله تغییرات آمده تنها باز این لاین نشان میده و اگه نو مارکاپ کلیک کنی بازی‌ها را هم نشان نمیده تا که تو پس آل مارکاپ یا رو کلیک نکنی تغییرات که نوشته کس که تغییرات میاره مثلا اینجا خط دیگه هم اضافه میشه بر تو نشان نمیده ولی ترک چنجز کلیک است وقتی که اینجا پس آل مارکاپ کلیک میکنی پس یک برات نشان میده که اینجا اضافه شده این فقط ویو است که کدام چیزا رو نشان بده کدام چیزا رو نشان نده د سیمپل مارکاپ تا اینجا لاین نشان میده د آل مارکاپ کلی چیزا رو نشان میده به شمول کامنت و اگر نو مارکاپ کلیک میکنی هیچ تغییرات برات نشان نمیده اوریجینال کلیک کنی متغیراتی که آورده او هم نشان نمیده و اگر پس آل مارکاپ کلیک کنی پس کلش نشان میده دیگه ایش که از شوینگ مارکاپ در مارکاپ کدام چیزا رو نشان بده کدام چیزا رو نشان نده چون که تیک مارک است چیزا رو کلش نشان میده که تیک مارک نمی باشه باز نشان نمیده حالا کلش تیک مارک است کلش نشان میده مثلا اولش کامنت است اینجا کامنت نشان میده یعنی اگه ما تیک مارک شپاس کنیم باز چی کار میشه باز اگه کامنت داشته باشیم باشه که دو سه جای کامنت رو مارک کنیم نیو کامنت یک معلومات نوشته کردیم اینجا هم کامنت دادم حالا میگم که کامنت ها رو نشان نده باز این تیک مارک شپاس میکنی چی میکنه کامنت ها رو نشان نمیده پس کلیک میکنی پس نشان میده بعد از او اینک است اینک چی مانا رنگ این چی وقت استفاده میشه این که از فعلا اینجا یک کماند دیگه در آفیس باید می باشه به اینجا به نام استارت اینک فعلا به خاطر نیست که می درایور کامپیوتر و پکیج آفیس فکر کنم اینستال نشده از این خاطر این آپشن نیست خب ما شما از کجا اضافه کرده میتونین فایل میان چی رو کلیک میکنین آپشنز لطفا متوجه دا آپشن باز کاستومایز ریبن در کاستومایز ریبن باز اینجا میری آل تابز کلیک میکنی در آل تابز که منیو رو کلش اینجا برات نشان میده از اینجا میتونی مثلا اگه من هوم و اینسرت یا تیک مارکش پاس کنم اوکی کنم اون منیو رو چی میکنه نوسو میکنه اگه پاس بیای در آپشنز در کاستومایز ریبن و اینجا باز آل تاب کلیک کنی
همینجا کل تابز نشان میده و از اینجا هم میتونی که هر منیو را پس نشان بده و گم کنی. خب به خاطر اینک سعی کن اینجا یک منیو است به نام اینک تولز. ایره کلیک میکنی و اد میکنی تا که اینجا اضافه شه. کجا آمد؟ بعد از کدام منیو آمد؟ بعد از دیزاین آمد. ما میتونیم که چنجش کنیم که مثلا این اینجا بیاریمش، اینجا بیاریم. سعی کن این کماند اینجا مستن ولی کار نمیکنه به خاطر که فکر کنم آفیس صحیح اینستال نیست یا درایور صحیح اینستال نیست. حالا کی کلیک کردی اینجا پنز منیو میه. دیدین پن منیو؟ هیچ کار میکنه؟ یکی از اینک میکنه مثل پنسل واره. مثلا باز جای رو نشانی میکنی این هم فعلا غیر فعال است به خاطر که اونجا استارت اینک کلیک نشد. خب از اینجا میتونی استفاده کنی. مثلا ما اینیرش میگیریم یگان جای نشانی میکنم مثلا میگم اینی باید اینی جمله باید این اینجا بیایه اینی باید اینجا بیایه مثلا باز جای را مثل پینت واری نه نشانی میکنی که اینی اینجا بیایه و اینجا بیایه بخصوص عکس‌ها و چیزا را باز اینی اینکا اگر میخوای که نشان نده باز اینجا را چی کلیک میکنی ورا نشان نمیده و اگر کلیک کنی باز نشان میده ایرا اینک میگه. بعد از او insertion and deletion. deletion چی مانا؟ delete شدگی خطی که delete شده. insertion insert از insert گرفته شده اضافه شده. اینی خط ما اضافه کردیم یا نه؟ و این را چی کردیم؟ delete کردیم. اگر میگی کیا را نشان نده اینی تک مارک فاس میکنی و که delete شده ورم نشان نمیده و که اضافه نوشته شده ورم نشان نمیده. پس کلیک کنی پس نشان میده. فرمت چی را میگه؟ وقتی که فرمتش چنج کرده باشه مثلا این جمله را ما فونت سایز و چیزای شکلان کردیم نه اگر میگی که یا رو نشان نده باز فرمتینگ پس میکنی وارا نشان نمیده اگر کلیک کنی باز پس نشان میده. بعد از او بالونز است. بالونز چی است؟ اینی بالون است. میبینی چهارکنج شکل کی است کامنت هستن ایره چی میگه؟ بالون. سعی کن اینجا کی هستن؟ د بالون د بالون بالون. حالا چی کلیک است؟ show only comments and formatting and balloons. تنها چی رو؟ کامنت ها را و فارمتینگ در خط که تغییرات آوردی یا را در چی نشان بده؟ در اینی بالونز نشان میده. اگر بگی که all revision online چیزی که ریوایز شده و را کلش باید نشان بدی در بالونز show all revision online و show revisions in balloons ای باز کلش در بالون نشان میده. سعی کو ایرم دیلیت کردی اینجا که چی نوشته شده کی را چی کردی؟ دیلیت کردی. ایرا فرمت کردی یا را خودت کامنت دادی نه ایرا کلش باز در بالون نشان میده. اگر بگی که نه تنها مثل اول واره show only comments در بالون نشان بده مثل یا کی هستن و فرمت مثل اینی که بود که تغییرات فونت و چیزا رو آوردیم یا را در بالون نشان میده باز رو کلیک میکنی باز دگاهش در بالون نشان نمیده در بالون نشان میده. ایرا میگه show markup. باز در یکی از specific people هم هست این باز مربوط به یوزرز میشه. اگر چند تا یوزرز و آترز داشته باشی باید اینی تغییرات برای کی که معلوم شود all reviewer با کلگی معلوم شود. کسی که میاد در کامپیوتر لاگین میشه باید این تغییرات برش معلوم شود یا میتونی یک مشخص یک یوزر کلیک کنی که تنها برای این یوزر معلوم شود با کلگی معلوم نشود. فهمیدین ایرا؟ بعد از او ریویوینگ پین ایرا اگر کلیک کنی اینجا پین میه در اینجا کل تغییرات برات نشان میده که کدام تغییرات آمده. باز که این پن رو دیلیت کنیم چند تا شد دایی چی کار میکنه؟ متغیراتی که اینجا آوردی کلش اینجا برات نشان میده که اینی تغییرات دایی آمده. ایرا اگر اینجا کلیک کنی میتونی هوریزونتال و ورتیکال کلیک کنی که یا هوریزونتال نشان بده یا ورتیکال نشان بده. مثلا میگم ورتیکال نشان بده در اینجا باز میبینی کدام تغییرات آورده؟ کل تغییرات در اینجا برات نشان میده. چی شد هوریزونتالش؟ remove horizontal این حال نشان داد. تغییرات یعنی تغییرات آوردی اینی چیزی که تغییرات آوردی دیگه کلش برات نشان میده که اینی تغییرات تو آوردی. در کجا برات نشان میده؟ در ریوینگ پین. اگر پسش کنی پس کن میشه و accept to reject to compare هیچ رو خوانده میره خو میفهمین مشکل نیست. در اینجا چی رو خوانده بودیم؟ لاگ ترکینگ که باز کس ترک پاس نکنه. فعلا کلش ریجکت میکنیم. reject all changes and stop tracking. کامنت ها را هم دیلیت میکنیم. فهمیدی ترک چنجز ها؟ کمپیر چی کار میکرد؟
کامباینش چی کار میکرد؟ یک جای کردن. خب حالا میایم پروتکت میخوانیم. پروتکت چی مانو؟ پروتکت؟ پروتکت؟ نه؟ انگلیسی لغات است چی مانو به انگلیسی؟ نه پروتکت نگاه کرد ساتل تا داری که چه ورتو نگاه کردن پروتکت پروتکشن برش میگه نه اگه میخوای که فایل تا پروتکت بسازی که کس دایی تغییرات آورده نتونه باز میای پروتکت کلیک میکنی و اینجا فعلا میایم ریستریکت ادیتینگ ریستریکت هم محدود کردن میگه ادیت تغییرات آوردن این کلیک میکنیم در اینجا ما دو چیز داریم یکی فورماتینگ ریستریکشن است و یکی ادیتینگ ریستریکشن است فورماتینگ که هستن که فرمت نکنه فرمت چی مانا فونت چنج نکنه سایزش چنج نکنه کلرش چنج نکنه اگه تنها میگه که اینی کارا رو کردن نتونه باز اینی رو ټیک مارک میکنی این رو که ټیک مارک کردی باز میای چی رو کلیک میکنی yes start enforcing protection این رو کلیک میکنی و اینجا پاسورد میدی پاسورد یک پاسورد میدی که تنها خودت بفهمی وقتی که پاسورد دادی اوکی کردی حالا دی فایل که هست فرمت تغییر نمیکنه مثلا اگه میای دهم یک جمله رو انتخاب میکنی میتونی فونت چیزایش چنج کنی فرمتش چنج کردن نمیتونی تا که پس میای و اینجا استاپ پروتکشن میگی مثلا اگه این کلوز باشه باز مجبور بیای ریویو رو کلیک کنی اینجا پروتکت و ریستریکت و باز بیای چی رو کلیک کنی استاپ پروتکشن و پاسورد برش بدی پاسورد اگه غلط شه باز قبول نمیکنه باید اون پاسورد صحیح رو برش بدی بعد از اون میتونی که اینجا فرمتینگ رو چنج کنی این اولش به خاطر چی هستن به خاطر فرمت ریستریکشن است که فرمت نکنن و دیگهش که هستن ادیتینگ است که تغییرات آوردن نتونه این را اگه ټیک مارک کنی در اینجا باز چند چیزا هستن که وقتی که کس تغییرات آورده نتونه خیلی چی کار کنه اینجا که کلیک میکنی اینجا اگه کلیک میکنی که track changes باز میای اینجا را پاسورد میدی یس من پاسوردم میدم اوکی حالا چی میشه حالا در اینجا که کس تغییر میاره کلش چی قسم میه به حساب ترکینگ میه یعنی بر تو معلوم میشه سگ خط نوشته میگه چی رقم میشه سرخ دیلیت میگه چی رقم میشه ما خود ترکینگ فعال نکردیم نه تنها پروتکشن فعال کردیم ولی کسی که تغییرات میاره بر تو معلوم میشه که این تغییرات آورده باز وقتی که خودت آمدی پروتکشن استاپ کردی مثلا پاسورد برش دادم بعد از اون میای در ریویو از چی استفاده میکنی از اکسپت و ریجکت اگه کار داشتی قابل قبولت بود اکسپت کلیک میکنی اگه نبود باز ریجکت کلیک میکنی تا که پس کلش گم شه این در کدام حالت که اینجا در ادیت ریستریکشن تنها ترک چنجز کلیک کنی اگه کامنتس کلیک کنی و اینجا بیای پاسورد برش بدی باز چی کار کرده میتونه تغییرات آوردن نمیتونه فقط کامنت داده میتونه نوشته میشه خط نمیشه دیلیت میشه هیچ تغییرات آوردن نمیتونه فقط چی کار کرده میتونه کامنت داده میتونه مثلا کدام جای بر یک کامنت میته که اینجا را تغییر بده یا عکس اضافه کنه یا چیزی کار کو باز کلیک میکنه چی رو میته کامنت در کامنت برات نوشته میکنه راستن تغییرات آوردن نمیتونه که فایل تو رو تغییر کنه ادیت بده و چیزا رو تغییر تا که فرست اینجا چی کلیک کنی استاپ پروتکشن و پاسورد برش بدی پاسورد دادی بعد از اون پس میتونی که خط نوشته کنی این در کدام حالت کامنت بعد از اون از فیلینگ این فارمز فیلینگ این فارمز چی کار میکنه فیلینگ این فارمز که هست شما اگه دیده باشین برای یگان دفترها که میخواین که سی وی و چیزا رو برشان روان کنین برای کار و یک قسم فرما داره که او را باید خانه پوری کنین دیدین کس ندیدین قسمت گل دیدی مثلا برای یک مؤسسه و یک جاب اناونس کرده یک نفر کار داره شما میخواین که در اونجا مثل عریضه واری بکنین که شما را بگیره باز چی میکنه یک فرم داشته می باشه که باید دور خانه پوری کنین در اون فرم باید نام و بسیار زیاد چیزا رو در اون نوشته کرده می باشه که یارا باید کلش تو نوشته کنی در اون فرم چی هستن که مثلا نوشته کرده نیم اینجا جای برش داده تو باید اینجا چی رو نوشته کنی نیم نوشته کنی در اون فرم که هست تو در اینجا تغییرات آورده نمیتونی در این تغییرات آورده نمیتونی تنها چی کرده میتونی اینجا نام نوشته کرده میتونی مثلا نوشته کرده باشه که فادر نیم تو چی کرده میتونی فقط اینجا نام نوشته کرده میتونی یا را تغییرات آورده نمیتونی او از کجا باز میشه او از فیلینگ این فارمز میشه تو باید فارمز اینجا جور کرده باشی که او را باز ما در آینده میخوانیم فارم باید جور کرده باشی بعد از اون میایی که تنها در این جایش تغییرات بیاد در جایش نمیاد باز از این پروتکشن استفاده میکنی و no changes read only و این مانا که هیچ تغییرات آورده نتونه فقط چی کرده بتونه رید کرده بتونه رید مانا خوانده بتونه
این حالا میایم پروتکشن استارت میکنیم و یک پاسورد هم برش میدیم. حالا چی میشه؟ نه کامنت داده میتونه، نه خط نوشته کرده میتونه، نه دیلیت کرده میتونه. تنها چی کرده میتونه؟ این را خوانده میتونه. تا که بس پروتکشن استاپ کنه. استاپ باز پاسورد برش میدی. اوکی. بعد از او هم میتونه خط نوشته کنه و هم خط دیلیت کنه. این را میگه restrict editing. فهمیدین ایرم؟ بس از همین خبر؟